عزیزای دلم سلام، امیدوارم کالتون عالی باشه. خوشگلای من به یه ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش اومدید. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم این هستش که وقتی که پارتنر یا شریک عاطفی ما، شوهر ما به همون بی احترامی میکنه، چرا بی احترامی میکنه و ما باید چیکار کنیم، ما باید چطور رفتار بکنیم. اگه میخوای که بدونی که چی کار باید بکنی توی رابطه توی اینطور شرایطی، تا آخرین ویدیو همراه من باش. بچه قبل از اینکه بیایم ببینیم که اصلا ما باید چی کار بکنیم در قبال این بی احترامی که میشنویم، بیایید بررسی بکنیم یه کوچولو، ببینیم که اصلا دلیلش چیه، چرا بعضیا بی احترامی میکنن. ببینید یکی از دلایلش این هستش که بعضیا نمیتونن احساسشون رو به شکل درست بیان بکنن و اصلا بلد نیستن و به جای گفتگو حمله میکنن. بعضی هم هستن که توی محیطی بزرگ میشن که طعنه زدن و توهین کردن و دعوا کردن و حمله کردن اصلا بوده، توی خانوادهشون رایج بوده و مثلا مدل حرف زدنشون به این شکل بوده و خب بچه از خانواده تربیت میگیره، به اون شکل بزرگ شده و همون جوری هم ریاکشن نشون میده. هم هستن که مشکلشون با خودشونه نه با تو. من اینو همیشه گفتم این که طرف مقابل یه سری چیز از خودش نشون میده توی رابطه، ما نباید، درست مسئولیت رابطه رو باید قبول کنیم، به گردن بگیریم، اما اینکه 100% هر چی شد گردن خودم ببینم، این درست نیستش. ببین خیلی وقتا از مشکلات درونی خود آدمایه که این ایجاد میشه. مثلا طرف با خودش مشکل داره، اعتماد به نفسش پایینه یا اصلا اعتماد به نفس نداره یا خشم پنهانی داره، خب که حالا یه عمر سرکوب شده، نتونسته یه جاهایی بگه و خشمش بالاه، یا اینکه میبینی اون لحظه خسته است، یا یه آدمیه که حد و مرز نداره، بیش از حد مسئولیت همه چی رو گردن میگیره، خب یه آدم تایید طلبه، یه آدم مهرطلبه که برای اینکه رضایت همه رو بخواد بگیره، همش داره یه سری سرویس های اضافی به همه میده، رفیق باشه، تو محیط کار باشه، خانواده باشه و از این جور چیزا، و این آدم همیشه خسته است و آگاه نیست بر این که من اگر خسته باشم، من اگر یه سری تراماهای حل نشده داشته باشم یا خیلی چیزای دیگه، اینا همشون باعث میشن که من تبدیل به آدمی بشم که خب به جای درست خودش، چون خودمو ندیدم، ریاکشن نشون میدم. خودش هم نمیدونه چرا، اما به درونیات خودش برمیگره، حالش با خودش بده. من همیشه بهتون گفتم یکی که حالش با خودش بد باشه، خب میاد انقدر درون خودش داره میسوزه و زهرآلوده که یه تیکه از اون زهر و یه گوله اون آتیش رو پرت میکنه سمت با تیکه انداختن، با اینکه تو رو تحقیر بکنه، با اینکه بگه تو کافی نیستی، عصبانی شه، بی احترام کنه یا هر چیز دیگه. یه تیکه از اون انگار میندازه رو تو که انگار خودش رو یکم آروم بکنه، خودش رو یکم ساکت بکنه و در نهایت خیلی مواقع رابطه تبدیل به یه میدون جنگ میشه و آدما چون که مثلا تو رابطه دو نفر هیچ کدوم بلد نیستن که شنونده باشن و شنیده هم نمیشن هیچ کدوم، این رابطه تبدیل به یه میدون جنگ میشه انگار و اینجاست که هر بحثی تبدیل به توهین میشه و مدام اینجا بی احترامی شکل میگیره. حالا ببینیم وقتی که بی احترامی میشه باید چیکار بکنیم. ببین اولین حرکتی که باید بزنی اون لحظه ای که دیدی بهت یه بی احترامی شد و خب قطعا که پشت بندش درون تو یه سری احساسات بالا میاد و تو میخوای سریع ریاکشن بدی، اینو باید بهت بگم که همون لحظه سعی کن که مکس کن، سعی کن که سکوت کن اون لحظه رو. خب ببین در حد 3 تا 2 تا نفس عمیقم که شده یه سکوت کن یا آگاهانه به خودت بگو من اینو از قبل یاد گرفتم، پس میام که 30 ثانیه فقط سکوت میکنم. لطفا یه چند لحظه چیزی نگو، یه دقیقه به من وقت بده. اینو آروم بگو، محترمانه بگو، قاطعانه بگو، نه با بی‌احترامی، نه با داد و بیداد و نه با ترس و جمع شدن و اینا. خب تو به عنوان یه انسان بالغ، پخته و آگاه داری برخورد میکنی. نیازی نیستش که تو اون کودک درون آسیب دیدت بیاد بالا که
وحشت کرده و احساس میکنه که الان آدم بزرگا که مثلا ما بچه که بودیم، خب طبعا که آدم بزرگی بودن اطرافمون و اونا هرچی میگفتن یا باید انجام میدادیم. اگر توی مثلا خانواده‌ای بودیم که کودک درونمون آسیب خورده، یا اینکه اون والدین سر ما یا داد میزدن یا کتک میزدن یا تنبیهمون میکردن یا باهامون قهر میکردن و به نحوی ما میترسیدیم که از دستشون بدیم، میترسیدیم که آسیب ببینیم و خیلی جاها آسیب میدیم. اما تو اینو مدام باید به خود تکرار بکنی و اینو تو زمین ناخودآگاهت ببری که عشق من دیگه بچه نیستم، من یه انسان بالغم و خودم پشتتم، نیازی نیست به ترسی توی اینطور شرایط. خب پس نه میترسی، نه از روی خشم داد و بیداد میکنی، نه اینکه حرفمو نزنم که فلان شه. ببین فقط میخوایم ما تصمیمی رو که میگیریم رو بر این آگاه باشیم که من ریاکشنی که میدم نباید تحت تاثیر رفتار طرف مقابل بدون فکر کردن ریاکشن نشون بدم، همینو بس. و بنابراین اون لحظه فقط تا این کله داغ ما آتیشش بیاد پایین و ما بتونیم درست فکر بکنیم، به خودمون یه تایمی میدیم. اگر اون آدم خیلی داره پیشروی میکنه محترمانه، آروم، قاطعانه برمیگردیم بهش میگیم که لطفا به من چند دقیقه وقت بده. حدالامکان اگر براتون مقدور ترک بکنید اون محیط رو تا اینکه آروم بشید. بعد چون ببینید توی عصبانیت همیشه ریاکشنی که داده میشه، حرفی که گفته میشه، چه میدونم اتفاقی که میفته، همیشه باعث پشیمونیه. یعنی ما همیشه از آینده که به عقب برمیگردیم 99% مواقع این شکلیه که ما میگیم که ای کاش اون لحظه فلان کارو نمیکردم، کاش که اون لحظه ریاکشن نشون نمیدادم، یعنی موجب پشیمونی ما نشه این قضیه. و مورد بعدی اینه که مرز بذار. بچه ها همیشه گفتم مرز گذاشتم به این شکل نیستش که چون تو هیکلت مثلا درشت رو داری داد و بیداد میکنی، منم پا به پای تو بیام جسمن و چه میدونم کلامی و اینو بجنگم باهات. این کاملا تضاد حد و مرز گذاشتنه. اتفاقا قدرت تو به قدرت بدنی و جسمیت که نیست. به هر حال هر جوری هم که باشه یه مرد از تو از بابت اینکه قدرت جسمیش باشه، چه میدونم داد و بیداد کردنش یا هر چیزیش، از تو اون قدرت بدنی و فیزیکیش اینا خیلی بالاتره. پس احساس نکنید حرف از حد و مرز شد یعنی اینکه من وایستم جلوی طرف و تم به تم باهاش بجنگم، بگم که تو فلان حق نداری، اون هرچی گفت منم تو جوابش یه چیزی بگم. نه، این حد و مرز نیست عزیز دلم. تو اگر میخوای حد و مرز داشته باشی، اتفاقا باید رفتاری داشته باشی که داری از خودت مراقبت میکنی. تو اولویت از خودت تو اولویت داری مراقبت میکنی، به جای اینکه مثلا بیای بگی که تو حق نداری با من اینجوری، میدونی من کیم، نمیدونم من حد و مرز دارم، من اجازه نمیدم. به جای اینا برگردی بگی که اگه با لحن، اگر قرار بر داد و بیداد کردن باشه، من ادامه نمیدم این مکالمه رو، یه وقت دیگه با هم حرف میزنیم، من قطع میکنم، من تمام میکنم این مکالمه رو. و اگر دیدی که اون آدم داره ادامه میده به در واقع بی احترامی، اون محیط رو ترک بکن. و ببینید بچه ها اینو اصلا اشتباه نگیرید با اینکه این میتونه یه تهدید به حساب بیاد، طرف مقابل میتونه فلان بکنه. نه، این اصلا یه تهدید نیست، قربون شکل ماهت برم. این اتفاقا محافظت از خودته. تو نیاز داری، وگرنه تو اگر خط قرمز برای خودت نذاری، حد و حدود نداشته باشی، حد و حدود نداری، پس آدما انقدر میان از رود رد میشن، انقدر هر کاری که دلشون بخواد باهات میکنن. اینو توی اون دوتا ویدیوی قبلیمون هم گفته بودم توی یوتیوب. پس حد و مرز برای مراقبت از خودت توی هر شرایطی. و ببینید این نکته رو بهتون بگم بچه ها که موقعیت رو وقتی که تو قطع میکنی و مثلا میگی که من الان حال خوبی برای حرف زدن ندارم، 10 دقیقه فرصت میخوام که آروم بشم، دوباره برمیگردم صحبت میکنیم، در واقع تو با این کار داری جلوی بدتر شدن قضیه رو میگیری. و شرایط به هر شکلی که هست، وقتی تو این حرکت رو میزنی اجازه نمیدی که شرایط به جاهای بیخداری کشیده بشه. و ببینید بچه ها، وقتی که ما در واقع طرف مقابل به همون بی احترامی یا حمله میکنه، حمله کلامی یا هر جوری میکنه،
در واقع اون لحظه مغز ما قفل میکنه. خب بعد از اینکه حالا سکوت کردی که خیلی مهمه، بهش حتما بگو که به من وقت بده و بهش بگو که این لحن حرف زدنت منو داره ناراحت میکنه و نمیخوام اینجوری با هم حرف بزنیم. یادتون باشه اینو قبلا هم گفتم، حمله نباید بکنید. اصلا مردا ذاتشون به این شکله که دوست دارن که مسابقه بدن، دوست دارن که همش مسابقه، میدونی چی دارم میگم، و تو رو اگر در مقابل خودش ببینه، خب انگار که دیگه حس نمیکنه که تو یه زنی، تو پارتنرشی یا هر چیزی، توی یه حس رقابت مردونه بین مرد و مرد میره. تو اگه بخوای دهن به دهن بدی یا این انگشته رو به سمت اون بگیری که تو حق نداری این کار بکنی، تو فلان میکنی، تو نمیفهمی، تو منو ناراحت میکنی، بدتر میکنه شرایطو. از ببین همیشه گفتم از کلمه من استفاده کنید، یعنی به جای اینکه بگی تو فلان، برگرد بگو که من، خب الان ناراحت میشم از این حرفایی که داری بهم میزنی، نمیخوام با هم اینطوری حرف بزنیم، به من وقت بده، من فرصت میخوام، و ترک بکن اونجا رو. بگو که میخوام یکم آروم بشم، بعدن حرف میزنیم لطفا. یا اگه با این لحن با هم ادامه بدی به حرف زدن، منو داری ناراحت، من دارم ناراحت میشم، منو داری ناراحت میکنی، نه من دارم ناراحت میشم و نیاز دارم که یکم خلوت بکنم، نیاز دارم که به خلوت خودم برم، و اونجا رو ترک کن، اون محیطی رو که هستی باهاش رو ترک کن. بچه‌ها میرسیم به بخش بعدی قضیه که انگار وارد فاز بعدی میشیم که به هر حال دعوا میشه. بعدش خب به هر حال اون دعوا تموم میشه و ما دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم، آشتی میکنیم و این داستانا. اما ما زنای ایرانی 99%مون اینجوریم که وقتی که دعوا تموم شد و دیگه درست شد رابطه بین ما، هیچ وقت نمیایم در مورد اون قضیه صحبت بکنیم. خب و احساس میکنیم که الان من اگر چیزی بگم، طرف مقابلم هم دوباره مثلا میگه که من نمیخوام حرف بزنم، مثلا دوباره دعوا میشه و اینا، اصلا دیگه میگیم که ولش کن دیگه، گذشته رفته. اما هر بحثی ریشه‌ای داره، خب که نیازه که اون مسئله حل بشه، چون دوباره تکرار میشه. و وقتی که ما یه اتفاقی میفته و این اجازه رو به طرف مقابل میدیم که بعد از اینکه داد و بیداداشو کرد، بی احترامیاشو کرد، دوباره بیخیال میشیم و میریم دوباره سراغ زندگی روزمره، اون آدم یاد میگیره که من میتونم به این بی احترامی کنم هر تایمی که خواستم، و قشنگ اون درونیات خودش رو میاد تو عصبانیت رو تو تخلیه میکنه، بدون اینکه معذرت خواهی در کار باشه، بدون اینکه اگه معذرت خواهی هم باشه یه چیز خیلی سطحیه و دوباره اون کارو تکرار میکنه. و خب این چیزیه که آسیب زننده است، چون ما آدما درسته که به هر حال توی زندگیامون این شکلیم که ادامه میدیم، اما هیچ چیزی از ذهن انسان پاک نمیشه و این تو طولانی مدت باعث آسیب به رابطه ما میشه. خب باید کاری که بکنید اینه که بعداً در مورد این قضیه حرف بزنید، اما نه به صورت دعوا، نه اینکه دوباره این انگشتر رو به سمت اون طرف بگیریم که اونم یه گاردی بگیره و از قضیه بخواد فرار بکنه. توی شرایطی که حالتون خوبه، مثلا با هم دیگه اید، مثلا با هم خوبید، نشستید دارید با هم حرف میزنید، یا بعد از اینکه حالا با هم دیگه رابطه جنسی داشتید، وقتی که توی تختید یا اومدید حالا مثلا نشستید با هم دیگه دارید یه قهوه چیزی میخورید، حالا اون طرف رو میبینید که خوبه، مثلا بگید که اون روزی چی شد که اون حرف رو زدی، یا مثلا بگید که وقتی که اون شکلی با هم حرف میزنی احساس ناامنی میکنم، قلبم میشکنه، حس بد پیدا میکنم، ناراحت میشم. و اینجاست که ببینید رابطه ترمیم میشه، نه وسط دعوا. خیلی از مردم هستن که الان میدونم این ویدیو رو که دارید حالا میبینید میگید که آخه اصلا مجالش رو نمیده که من بخوام سر حرف باز کنم. اگرم همچین کاری کرد، ببینید شما توی یه رابطه اید و دارید با هم زندگی میکنید، بهش خیلی محترمانه بگید که چون رابطمون برام مهمه و چون تو رو دوست دارم، دلم میخواد که
وقتی که یه اتفاقی میفته نیاز باشه با هم دیگه حرف بزنیم در موردش. و الانم اگر حالشو نداری من منتظرم که در مورد این قضیه صحبت بکنیم. بعضی جاها نیازه که سفت و سخت پای یه سری مسائلتون بمونید. خب و اون طرف وقتی که ببینه یه سنگی برداشت زد، مثلا میگم، خب و اون سنگ خیلی راحت خورد مثلا به اون دیوار، مثال میزنم براتون واضح بشه، خیلی راحته دیگه، هر وقت دلش خواست خودشو تخلیه بکنه از هر جایی که ناراحت بود یا هر حالا مشکل درونی با خودش داره یا هر اتفاقی هستن، خب برمیداره مثلا اون سنگ زدن انگار اینو تخلیه میکنه که برمیداره اون سنگو میزنه. اما اگر بدونه برای اینکه مثلا اون سنگو بزنه به اون دیوار باید یه بهایی پرداخت کنه، یا اگر اون سنگو بزنه به اون دیوار قراره که توی زندگیش بدبیاری داشته باشه یا مثلا تنها تر بشه، حالش بد بشه، مثال میزنم، خب دیگه به این راحتی هر وقت که هوس کرد بر نمیداره اون سنگو بزنه و این قضیه رو متوجه میشه که من در قبال کاری که میکنم سری بعد اگر همچین اتفاقی افتاد که ما نمیگیم که میتونیم آدم رو عوض کنیم، ولی از خودمون باید مراقبت کنیم. طرف مقابل باید اینو متوجه بشه که من همینجوری هم نیستش که اجازه بدم هر وقت خواستی بیای روم رد بشی. من به عنوان یک انسان برای خودم ارزش قائلم، من محترمم و اینکه تو بخوای یه کاری بکنی که منو ناراحت بکنه من نه فراموشش میکنم و نه اینکه دلم میخواد تکرار بشه اون قضیه. خب مخصوصا اینو بیشتر برای بچه‌ها، کسایی میگم که ازدواج کردید، خب وسط حرفمون حالا داخل پرانتز اینو بگم، کسایی که ازدواج کردید ممکنه که این اتفاقا یکم پررنگ‌تر بیفته تا کسی که حالا فعلا تو مرحله آشنایی یا حالا ازدواج نکردید. و تو هر مرحله‌ای هستید، حالا اگر ازدواج کردید یا نکردید، یادتون باشه اینجا آخر دنیا نیست. یعنی ما سعی میکنیم که رابطمون رو ترمیم بکنیم، قدم‌هایی در جهت درست کردن رابطه برمی‌داریم، چون اصلا زن خاصیتش به این شکله که همیشه دوست داره اون رابطه رو ترمیم کنه، دست و پا میزنه ولی یه جای دیگه میبره و ساکت میشه و هیچی نمیگه و میشینه یه کنار و دیگه تموم شده است این رابطه برای اون زن. یادتون باشه ما داریم سعی میکنیم که رابطه رو درست کنیم، اما اگر طرف مقابل دیدیم که هیچ جوره زیر بار نمیره و هر وقت دلش خواست هر کاری میکنه و بعدش هم میذاره میره و هیچ گردن نمیگیره و دوست نداره اصلا این قضیه حل بشه، یادتون باشه اسم اینو نمیشه یه رابطه دو طرفه گذاشت و شریک زندگی شما نیست این آدم. و به نظر من کسی که رو خودش داره کار میکنه، دوست داره که زندگیشو با کیفیت تر بکنه، به یه سری مسائل باید جدی تر نگاه بکنه. تو به عنوان یک زن وقتی که رو خودت کار میکنی، چه میدونم انرژی تو میذاری، پول تو میذاری، زمان تو میذاری، رو خودت کار میکنی، فکر میکنی و این همه استرس میکشی، در قبالش اون مردم باید قدمایی برداره در این جهت. در غیر این صورت حتی اگر زنی هستی که میگی که خب چی کار بکنم، بچه دارم، چه میدونم این زندگی رو بعد از فلان سال بذارم و برم، بله عزیز دلم، تو یک بار اومدی که این زندگی تو تجربه بکنی، خب و قرار نیست به خاطر اشتباهی که فلان سال پیش کردی تا آخر عمرت تاوان بدی. هر اشتباهی تاوانی داره و اگر جایی برای رفتن نداری، موقعیتی نداری، پولی نداری، شغلی نداری، از یه جایی باید شروع بکنی. همیشه ببینید، فقط اینو دارم میگم، همیشه اینو یه گوشه ذهنت داشته باش که شرایط اینه، این آدم منو درک نمیکنه، من تلاش کردم میکنم اما این آدم نمیخواد درست بشه و من هر بار دارم آسیب میبینم و باید اینو یه گوشه ذهنت داشته باشی که من دارم رو خودم کار میکنم، خودم رو رشد میدم که یه جایی که دیگه میتونم برم و این آدمم آستانه صبر منو لبریز کرده، من میذارم میرم. پس باید کار خودتو داشته باشی. الان میگید از کجا، چطوری؟ کار نیست. برای کسی که بگه کار نیست، مغزش تو محیط میگرده،
دلایلی پیدا میکنه برای اثبات اینکه کار نیست. ولی اگر تو آدمی باشی که اعتقادت بر این باشه که کار هست و شروع بکنی رو خودت کار کنی، برو کتابایی بخر که در مورد پول و درآمدزایی و فراوانی و انرژی مثبت و کلی چیزای دیگه که تو هر زمینه که احساس میکنی، الان برو سرچ کن ببین چه کتابایی برات میاد، چیا رو میتونی بخری. برو شروع کن کتاب بخون و به مرور یه کاری برای خودت دست و پا کن. قرار نیست اون کار حتما اولش فلان باشه، نه، از هر چیزی میتونه باشه، از یه چیز خیلی ساده. یه چند سال باید خاکخوری داشته باشی، یه چند سال باید نه تنها که درآمد نداشته باشی، از جیبت هم یه پولی بذاری. آره، بعد میگی که آخه نمیارزه. اگر نمیارزه تا آخر عمرت باید خورد بشی توسط یه شخصی، اما اگر میارزه حداقلش یه روزنه امیدی داری که من دارم به خاطر یه هدفی یه قدمایی برمیدارم و شاید 3-4 سال آنچنان نتیجه دلخواهی نبینم، ولی تهش میشه برای من و هر کسی که توی این دنیا. من این حرفو خب جوری دارم با اطمینان میزنم، چون دقیقا این حرفو وقتی از دهن کسایی میشنیدم که هنوز خودم نبودم توی این وادیا و تازه میخواستم وارد اینجور مسیرا بشم، این حرفا رو از دهن کسایی مثلا توی اینستاگرام میشنیدم، کسایی توی دوره ها میشنیدم، توی کتابا میشنیدم، توی سمینارها که مثلا اون آدما میمدن حرف میزدن میشنیدم، دقیقا اون روزنه امیده هم حتی شاید میومد، ولی دوباره شک و تردید انقدر قوی بود که میومد و اونو خفش میکرد و احساس میکردم برای بقیه اون اتفاق میفته. آخه اون که اونطوری خوش شانس بود براش اتفاق افتاد، برای من چطوری میتونه باشه؟ ولی یادتون باشه خاصیت مغز این شکلیه که چیزی رو که تو آینده است و هنوز ندیده رو ازش میترسه و فقط چیزی رو باور میکنه که میبینه. این دوتا چشم هر چیزی رو که ببینه باور میکنه و ما با این دوتا چشم خیلی چیزا رو نمیتونیم ببینیم و خیلی انرژی ها هستن که درک شدنی هن، حس شدنی هن. باید باورشون کنی، در جهتشون قدم برداری تا اونا به صورت معجزه خودشون رو بیان به تو نشون بدن. اگر میخوای که پشت خودت در بیای، قدر خودت رو میدونی، ارزش خودت رو میدونی، نصیحت من به تو عشقم، پول خودتو در بیار، مستقل باش تو هر شرایطی که هستی. زن خونه داری، چند سالته، هر چند سالت که هست، بچه داری، میگی دیگه از من گذشته و فلان، هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست. مهم اینه که همین لحظه ای که هستی برای خودت یه آینده قشنگ ببینی. در اکثر مواردم توی یه همچین شرایطی وقتی که تو خودت رو رشد میدی، بعدش متوجه میشی که من خودم چقدر ایراد داشتم و وقتی رو خودت کار میکنی برای طرف مقابل انقدر جذاب میشی. طرف مقابل، ببین، خیلی مهمه که تو کسی باشی که رو خودش چون کار کرده، چون دیگه داره استقلال مالی پیدا میکنه، چون به خودش میرسه، چون یه زن قوی داره میشه و هر روز هدفمند داره زندگی میکنه، اون مرد مجبور جدی بگیرتت. اگر این رابطه براش مهم باشه مجبوره. یعنی ببین، هیچ چیزی با اینکه من بشینم اینجا حرف بزنم، این انگشتر رو بگیرم تو کردی من ارزش، من عمل توئه که ثابت میکنه. تو اگر میخوای یه نفر جدیت بگیره، خودتو جدی بگیر. شروع کن، از یه جای شروع کن. یه آدمی که 1 سال مداومه، هر روز داره کتاب میخونه، 1 سال مداومه هر روز داره ورزش میکنه، 1 سال مداومه هر روز یه 3-4 ساعت به خودش اختصاص میده، مدیتیشنش رو میکنه، فلانش رو میکنه. فکر میکنید با اون آدمی که تو خونه داری زندگی میکنی جلب توجه نمیشه براش؟ فکر میکنی اون آدم همون آدم سابق تو رو میبینه؟ فکر میکنی تو رو دیگه جدی نمیگیره؟ تازه فرضاً بر این بذاریم که شخصیتش این شکلیه که در میره، مثلا بی احترامی رو کرده، گفتی که عزیزم ما باید در این مورد صحبت بکنیم، این قضیه حل بشه، من ناراحتم از این قضیه. دیگه تو اون آدم سابق نیستی برای این آدم و اون آدم میدونه تو شوخی نداری، یه چیزایی داره فرق میکنه و این شاخکاش تکون میخورن که مبادا بذاره بره، مبادا
منو دوست نداشته باشه، این دیگه قدر خودشو میدونه، منم باید قدرشو بدونم. این احترام خودشو داره، منم باید احترام بذارم. آره، همیشه عمل پاسخگوه، نه حرف مفت. برای همینه که میگم شروع کن از یه جا. اگر طرف مقابل بازم همون اشتباهات قبلیش رو تکرار کرد و تلاشی برای ترمیم رابطه نکرد و هر زمان که خواستی در مورد ترمیم رابطه باش صحبت بکنی تو رو جدی نگرفت، وقتشه که اون رابطه رو ترک بکنی. که میدونی چی دارم میگم، خودتو اول باید قوی بکنی. حرفایی رو که میام اینجا میزنم، من 30 سالمه. خب شاید بگید که آخه تو مثلا چرا باید هم از رابطه بدونی، هم از انرژی مثبت بدونی، هم بعضی وقت بیای مثلا در مورد چه میدونم ازدواج صحبت کنی، بعضی وقت در مورد زندگی مجردی صحبت کنی، در مورد اعتیاد صحبت کنی و از این قبیل چیزا. بچه‌ها خیلی چیزا تجربه کردم توی زندگیم و تمام هدف من اینه که بر اساس چیزایی که بلدم و تجربهشون کردم بیام اینجا حرف بزنم. در غیر این صورت من حتی توی جلسات کوچینگم هر کسی که میاد شرایطش رو بپرسه، متنی که براش میفرستم اینه که اگر مطلبی رو که تو میخوای در مورد صحبت بکنیم، ببین حتی اگه بدونم ولی توش نرفته باشم، تو زندگیم تجربهش عمیق نکرده باشم، تمام و کمال اون هزینه برمیگرده به. چرا این کارو میکنم؟ چون که من دوست ندارم تو چیزی که تجربهشو نداشتم، اطلاعاتشو ندارم نظر بدم. پس اگر هر حرفی که میام میزنم که یکیش هم همین بود میام میزنم، من یه کاری کردم، یه تغییری دیدم، یه تغییر بزرگ دیدم و بعدش میام حرف میزنم اینجا که آدمی که باهاش تو رابطه هستی یا از زندگیت حذف میشه یا تغییر میکنه، چون تغییر تو رو میبینه اصلا بدون اینکه تو بخوای حرفی بهش بزنی، یا هم که تغییرم نکنه، حداقل دیگه تو رو نمیتونه جدی نگیره. این یه واقعیته و مطمئن باشید که پاسخگوه، مطمئن باشید که این حرکت جوابگوه. و شاید تغییر سخت باشه، همیشه گفتم شاید استمرار سخت باشه، شاید دیسیپلین برخلاف روتین و عادت زندگی سالیانه تو باشه، اما این که تو تحقیر بشی، این که در موضع ضعف قرار بگیری و برات یه سری مشکلاتی بیاد که قلب تو رو به درد بندازه، خودت افسرده باشی و زندگیت پرت و شوت باشه و خودتو فقط بخوای مقایسه بکنی، دردی که تغییر داره از همه اینا کمتر، زیباتر و پشبندش حسای قشنگه. میدونید که خیلی دوستتون دارم، برام خیلی مهمی، جدی بگیرید این ویدیو رو حتی چند بار بهش گوش بدید. مطمئنم که اگر با دقت به این ویدیو گوش بدید میدونید که باید چیکار بکنید وقتی بهتون بی احترامی میشه. خیلی دوستتون دارم، حمایت من فراموش نشه. تا ویدیو دیگه، خدافظ.